بیلا 50-60 دست لباس شده. مادرم یک سره میگه بیار اینا عباس بله عباس این هم میگه بگذاره این نه چکار میبونیم اونجا که دهنم بند باشه اونجا مردم چیزه اونجا شاید گوت داشته باشم گوسپند داشته باشم بابا اونجا به گوت داری برو فرتل اینه چی بکاره این کس به ایران برده بابا تو چی کردنی میگه کس به ایران برده به ایران از این هسته این بگذاره که ببری مثلا بفهمیدی اونجا میره پیار بگفتن من میرم به مرغداری گو عباس صدای میکنم به خیرداری من میرم به گوداری خدا بیا فهمیدی؟ یه نمیت پیش دادی نه مناله سال که ما برون دیگه چی آورده بعد ما بگرم ما خوب ببرید که چی بزن لباس دیگه بگی بگو 60 دسته میفهمی مدرم چی میگم اینا لباس همه لباس و کشکونه اینایه اینا رو میباید غلط که دیگه به اونجا همه به قوم تقسیم میکنه اینا رو وقتی که به قوم ندیم این میگه بیا بخوریم ما میشه نمون شو این میگه بیا بخوریم ما میشه نمون شو این میگه بیا بخوریم ما میشه نمون شو هر شب بیا جا بگم باشه بگی بگو کجا بخوریم اینا نه که باشه که همه آماده شد نه نمیگم دسته من میرم با چیز که دیگه هم خیلی پرد فکر کنم از قوم بستونم بیارم منه بعض منه بستو بیا میگم شما سرویتی ها ما چون ببریم به خاله ما تعمیم به خوشیمه یه لدی رد از اونو برو کارم خود بکن فهمیدی کارو سرا فهمیدی؟ ما میریم تفلقا به ایران بیایم مادر با خونه بیایم دیگه مادر بیایم میمونی به ایران میخوره شما حالا خود پرتل داده میگی میمونی میخورم یا نکنی مادر رده میمونی بریم به ایران میخوریم میمونی چی بگو؟ 10,000 پول من چه کار؟ بیلا مادر میمونا خرید میمونا خورم مگرم از اینجی کنی شما 10,000 سرقتی کی استانه که شما سرقتی میستانه لباسا چیه پس اونجا یک سوری لباس جمع کردیم اونا برای کی ما بدین کش کنه و لباس نرم پرتو دادیم میگه میبریم به ایران خب اینا که باشه ما این سرقتی من چه کار دیگه شیرپره بستانه شیرپره هم بستانه هر چیزی که پول باشه من پیاخو میگم نه انا با مدر بیام چه کاره؟ خدا فیضا میگم چه کاره؟ بابا 10,000 پول بده 10,000 برای چی مایی؟ مادرم من زنگ زدم مادر خود میگه گفتم بیای مادر به خونه بیای میگه من اینجا میمونی خوردم گفتم بیای بریم من میمونی به ایران میگه تو یک کارت با پیاکو بود که 10,000 پول به دست تو بده بیا یک بگو سرقتی میستانم میگم مثلا گفتم 10,000 چی میسته میگه مثلا 1 کیلو میگن 1 کیلو ایل چه؟ میسته مثل که میگه رسی مادرم منه که میده 1 کیلو ایل میستانه خب با مادر میگفته دیگه نقل خسته شیرپره همیتی چیزا دیگه بابا خاطر به ایران نیه به ایران با خروارای نقل خسته و بگو شیرپره 50-60 اصلا لباس میگی تیار کرد اینا سرقتی نیه چیه اینا 50-60 یفتکایش میگی جمع کرد اینا سرقتی نیه چیه خب مادر میگه بابا من ادیدی شیرپره کش کنم 1 کیلو چای سبز کش کنم 1 کیلو مهل کش کنم
که حیرانه حیران ها چی داره شما چی میفهمید؟ آیا من خود یک چای میمون بکنم یا نکنم اونجا ایرانه بابا دیگه بخواه که ایرانه من میرم اونجا میشین اونجا اونجا نمیرم که بخونه آنو میمینی بخورم زنکا بیتر میفهم بابا پول بده یلکی برد برو برد خور بده بابا مدام گفتک پول بیا خور به قبرستون که نه چی که حتی مفیزینی کلم تربیش شدم یک گوجه بی ماما همین جگه بسته که من سلام همین جگه من جا کنم بیا خوبه ها آنه بابا من بیامدم بابا بیا آوردم این تکسی برای چی آوردی؟ بله این تکسی برای چی آوردی؟ خب بابا بیا بگرفتن که بریم دیگه بخیر بریم دیگه